سلام و درود. توی این ویدیو قراره این شکل رو براتون طراحی کنم. چیزی که دارم میبینم زاویه قرارگیری این شکل نسبت به دید من طوری هست که من دارم یک کنج رو نزدیکتر به خودم میبینم. هیچ سطحی روبروی دید من قرار نگرفته، نه این سطح نه این سطح نه این سطح. این رو اگه به این شکل قرار میدادم این سطح کاملا روبروی دید من بود، ولی الان هیچ سطحیش روبروی دید من نیست. میام چیکار میکنم؟ اول اون قسمت که نزدیکتر به دید من هست رو انتخاب میکنم برای کشیدن. چیزی که از همه به من نزدیکتر تو این شکل این کنجه. دستم رو کاملا در حد کشیده قرار میدم. نوک مدادم رو یه قسمت و انتهای دستم رو قسمت دیگه قرار میدم. اینقدر رو جابجا میکنم تا دو طرف خط رو من داشته باشم. تقریبا وقتی من کاملا دستم رو کشیده میکنم به اندازه یک نوک مداد ارتفاع کار منه. میام یک خط صاف میکشم، پایینش رو اندازه میزنم برای پایین کارم، بالاش رو هم به اندازه یک نوک مداد. ابتدا و انتهای این خط رو من کشیدم. حالا در کشیدن این قسمت‌های دیگه چیکار می‌کنم؟ با توجه به اینکه این شکل خیلی پایین‌تر از دید من قرار داره، نقطه گریز من توی صفحه‌ام نمی‌افته. من اگه بخوام خیلی از هر طرف امتداد بدم، نقطه گریزم می‌افته سمت راست صفحه‌ام و ممکنه روی کاغذ من نیفته. نیازی هم بهش ندارم. با اندازه گرفتن این شیب به راحتی میتونم همون شیب رو اینجا پیاده کنم. مقدار بیشتر شیبش. نیاز به پاکن نداریم، ولی برای اینکه خط‌ها زیباتر باشه توی ویدیو من خط‌های اضافی رو پاک می‌کنم. خب حالا این یکی دیگه شیبش چه مقداره؟ این شکل. این دو تا شیب رو درآوردم. حالا می‌خوام ببینم که تو چه قسمتی این رو ببندم. میام به وسیله روش اندازه‌گیری کاملا دستم کشیده قرار میدم. حالا اگر نوک مدادتون خطا ایجاد می‌کنه میتونید از یه مداد دیگه یا از انتهای مداد خودتون استفاده کنید یا از یه وسیله مثل سیخ جوجه. خب من میام چیکار می‌کنم؟ دستم کاملا کشیده قرار میدم. تقریبا اینجاست. خب یه بار دیگه اینو میسنجم. فکر می‌کنم شیب پایینی رو خیلی من کم گرفتم. تقریبا اینجا میفته. خب حالا میام شیب این یکی رو میسنجم. یه بار دیگه امتحان کنم. حالا این شیب رو میسنجم. خب تقریبا درسته این شیبم. حالا چه مقدار از من دور شده؟ بدون اینکه من نقطه گریزام رو پیدا کنم روی خط افق دارم به وسیله شیب خطوط دقیقاً تو پرسپکتیوی که دارم میبینم که اینجا پرسپکتیو دو نقطه‌ای هست این شکلم رو رسم می‌کنم. حواسم هست که تو پرسپکتیو دو نقطه‌ای این دو تا خط موازی در انتها دارن به هم نزدیک میشن. این دو تا خط موازی هرچی دارن دور میشن از من به هم نزدیک‌تر میشن. خب با همین روش شیب من سعی می‌کنم قسمت‌های دیگه‌اش رو هم طراحی کنم. قبل از اینکه به جزئیات بپردازم دوباره میام این نسبت‌هام رو دقیق‌تر بررسی می‌کنم ببینم همه چی درست سر جاش قرار گرفته. حالا میام اینجا روابط رو هم بررسی می‌کنم. مثلا اگه این خط موازی رو امتداد بدم کجای شکلم میرسه؟ به نیمه نمیرسه. خب من همین اگه امتداد بدم اینجا به نیمه نمیرسه. شیب‌هام رو دوباره بررسی می‌کنم. خب حالا می‌خوام بیام این جزئیات این قسمت‌ها رو رسم کنم. تقریبا نصفش رو در نظر می‌گیرم. این خط رو رسم می‌کنم. برای که دقیقاً در بیاد وسطش رو رسم می‌کنم. وسط این رو هم پیدا می‌کنم. وسط رو که پیدا کردم حالا این دو تا خط یک مقدار بالاتر و پایین‌تر از وسطش هست. و با توجه به اینکه سطح بالایی نزدیکتر به دید من هست اون رو کمی بزرگتر از سطح پایینی می‌بینم. گفتیم هرچی از دید ما دورتر میشه کوچیک‌تر دیده میشه، درسته؟ خب تقریبا از اینجا این صاف شده خورده به اینجا و اینجا من یه خط خیلی باریک دارم میبینم. تو این قسمت هم مجدد به همین شکل اینجا میبینم یه مقدار اومده جلوتر. خطش رو بلند کنم اول. یه مقدار رفته داخل، چشم اینجاش رو در نظر میگیرم. بعد میبینم اینجا هم من یه خطی دارم
به این شکل. این هم رفته این پشت. این قسمت یه ضخامتی داره. این ضخامت این رو هم در نظر میگیرم. وقتی سایه زدن سعی می‌کنم این قسمت رو سایه نزنم چون خطاش خیلی به هم نزدیکه. من میکشم وقتی سایه زدن مجدد باید اینا رو ویرایش کنیم. این ضخامت هم در بیاد. این لباشم خیلی تیز نیست. من این ضخامت این دارم بردم. سعی می‌کنم این گوشه‌های تیزش رو هم از بین ببرم. اینجا هم یه شیب خیلی کوچیک داریم. اینا رو توی سر پردازی بیشتر بهشون می‌پردازیم. خب تقریبا 90% کارمون تموم شد. قسمتایی که در ارتباط با زمینه تیره‌تره ما می‌بینیم مقدار ارزش خطیش رو بیشتر می‌کنیم. خب من این شکل رو توی پرسپکتیو دو نقطه‌ای رسم کردم. یه حجم دیگه روی این شکل ما، روی این حجم اول ما قرار داره. این فرم یا این حجم قاعده مکعب مستطیل داره. چیزی که من دارم می‌بینم با توجه به دید من یک سطحش کاملا روبروی من قرار داره. این سطح بالایی که دارم می‌بینم خطوطش داره از من دور میشه. من اگه اینجا این خط صاف در نظر بگیرم می‌بینم که یه فاصله بین این خط و خط عمودی من قرار داره. پس این داره از من دور میشه و هر چی دور میشه به هم دیگه نزدیک‌تر میشه اون دو تا سطح. خب قبل از اینکه شروع کنیم خوب نگاه می‌کنیم ببینیم از کدوم قسمت رد شده این خطوط، کدوم قسمت قرار گرفته. بعد می‌ریم شروع کنیم به کشیدنش. چیزی که من می‌بینم یه خط کاملا افقیه که این لبه کنجم رو هم یه مقدار من می‌بینم. ببینم چقدر از این اومده جلو، چقدر توی این خطم رفته جلو. تقریبا اینجا. یه خط کاملا افقی. به هر دو طرف حالا من اینو گسترشش میدم. این مقدار اومده این لبه‌اش یه مقدار اومده جلوتر. این قسمت من یه شیبی دارم که این شیبو اینجا در نظر میگیرم. توی سایه زدن باید به این ظرایف دقت کنیم. خب حالا میام ببینم این چه مقدار از این زده بیرون. میتونم از روش‌های اندازه‌گیری استفاده کنم. میتونم از روابط. مثلا میبینم این خط من وقتی به این خط شکل شماره یکم رسیده یه مقدار اومده جلوتر. خب منم این رو امتداد میدم تا تقریبا اینجا هست. حالا این رو اگه عمودی امتدادش بدم، خب حالا اگر این انحنایی که اینجا داره من در نظر بگیرم اینو این قسمت رو وسط حجمم در نظر بگیرم. مثلا اگه یک همچین چیزی باشه این کنارش انحنا داره دیگه. حالا من سعی می‌کنم این وسط رو در نظر بگیرم که بعدا این انحنا رو از توش در بیارم. یکم میفته بالاتر. انتهای این کجاست؟ این شکلمون هم میتونم با روش اندازه‌گیری انجام بدم. تقریبا اینجاست. هم میتونم ببینم نسبت به روابط تو شکل قبلی این خط رو تقریبا این خط افقی شکل شماره 2 با این خط شکل شماره 1 من توی این نقطه تماس پیدا کرده یه مقدار اومده جلوتر. میام جاشو پیدا میکنم به وسیله روابط یا روش اندازه‌گیری و بعد خطم رو به راحتی میکشم و جاش مشخص میشه. خب حالا میخوام بیام سطح بالاییش رو بکشم. میام شیبش رو اندازه میگیرم. میبینم که با یه همچین شیبی همون شیب رو روی کاغذم پیاده میکنم. حالا میام از طریق روابط خطوط میبینم اینجا من یک مثلث دارم. این مثلث هم در اومد. این شکلی که اینجا دارم هم در اومد. خب حالا میام این خط دیگم رو این قسمت رو شیب رو در نظر میگیرم و رسمش میکنم. اگه بخوام با روابط خطوط در نظر بگیرم میبینم اینجا رو که ببینم با یه فاصله از این قسمت تقریبا اینجاست. دائما باید توی طراحی حواسمون به روابط خطوط باشه. این خط دیگه هم به صورت افقی این دوتا رو به هم وصل میکنم. وقتی کشیدم شروع میکنم دوباره ارزیابی میکنم ببینم درست کشیدم یا نه. خب اینجا گفتیم یک خط اینجا، یک خط اینجا، یک قوسی هم داشت اینجا کارمون که اینجا طبعا قوسش دیده نمیشه. این قسمت خیلی کمه، بیشتر با این مرز نوری که اینجا افتاده این قوس رو ما تشخیص میدیم اینجا. خب به راحتی ما
این قسمت از حجم شماره 2 رو رسم کردیم. خب حالا میخوام بیام این قسمت رو رسم کنم. تقریبا این سطح خاکستری اینجا که در نظر بگیرم این میفته وسطاش. تا کجا میاد؟ تا اینجا. میگم اگه این قسمت با این قسمت رو نصف کنم میفته تقریبا وسطش. پس اگه این قسمت رو نصف کنم تا اینجا میاد. به راحتی با استفاده از روابط خطوط میام اینا رو رسم میکنیم. این خط سومی کجاست؟ یه مقدار بالاتر از این. کم از این میایم پایین‌تر امتداد میدیم. این سه تا خط هر سه با هم موازی و افقیه. خب میبینم چقدر زده بیرون، اندازه‌شو در نظر میگیرم. این خط هم تقریبا افقیه. اینجا تقریبا. این خط هم راجع به پرسپکتیو یه مقدار شیک داره. ببین وقتی من مدادم کامل کنار این در نظر بگیرم، این یه فاصله بین مداد و اون خط هم ایجاد میشه. توی کارم هم همینطور. بعد اون فاصله رو در نظر بگیرم. خب این شکل من مکعب مستطیل نیست، شیبی داره. نگاه میکنم میبینم این قسمت وسط شیب منه. یه همچین شکلی داره از روبرو. اگه مستطیل در نظر بگیریم از روبرو یه همچین شکلی داره. حالا این قسمتش تقریبا اینجاست. اینجاست. این خط هم خیلی صاف نیست، یه مقدار میاد اینجا به این شکل. نگاه میکنم میبینم که تقریبا این صافه، این یه مقداری رفته داخل. قسمتم که یه سطح. خب میایم روابط رو میسنجیم ببینیم که تقریبا جای قرارگیریش نسبت به حجممون آیا درست تشخیص دادیم یا نه. بعد میایم این قسمت دیگر رو طراحی میکنیم. این تقریبا این شاخش وسط بین این دو تاست. حالا من اگه اینو امتداد بدم، اینجا رو امتداد بدم، یه مقدار جلوتر از این قرار میگیره. یعنی من اگه این خطمو امتداد بدم با روابط بین خطوط یه مقدار میاد جلوتر. این یکی هم حواسمون به روابط بین خطوط هست. این دوتا هم تقریبا توی خط صاف نیستن. نگاه کنیم اگه اینو صاف در نظر بگیرم یه مقدار عقب‌تره. این اینجاست مثلا، این اینجاست. چون توی پرسپکتیو رفته ما این رو یه مقدار بلندتر می‌بینیم. به این شکل. خب طراحی اولیه ما تموم شد. شروع می‌کنیم به سایه زدنش. برای شروع کنم به سایه پردازی نیاز به منبع نور دارم. اینجا منبع نوری من پنجره است و نور داره از این قسمت میتابه. برای همین من این قسمت بالا این قسمت‌ها رو روشن‌تر دارم، این قسمت‌ها رو تیره‌تر دارم. برای شروع به سایه پردازی میام خطای اضافه‌ام رو پاک می‌کنم یا با پاکن خمیری به این شکل. یه مقدار کم رنگش می‌کنم. نیاز به این کار هم نیست خیلی. ما برای اینکه یه سطح خوشگل‌تر داشته باشیم این کارو کردم. برای اینکه من بخوام این شکلم رو سایه پردازی کنم، میام سطوح مختلف رو تفکیک می‌کنم. اینجا چند دسته خط تیره داریم. مثلا اینجا یه خاکستری تیره دارم. این قسمت تیره‌تر از این قسمته. این دو تا سطح تیره‌تر از این دو تا سطح. این سطح من تیره‌تر از این سطح. قسمت‌های خیلی روشنی که دارم. این قسمتی که این سطح روبروی نورش میشه. تقریبا از همه سطوحش روشن‌تره و ما نمی‌بینیم اون سطح رو. انعکاسش این قسمت افتاده. این لبه تقریبا روشنه. این قسمت‌ها روشنه یه مقدار از روی این. حالا من چیکار می‌کنم؟ میام شروع کنم به سایه زدن. توی سایه پردازی همیشه میایم تیره‌ترین قسمت‌ها رو اول مشخص می‌کنیم. چون از وضوح رنگش تقریبا مطمئن هستیم. قسمت‌هایی که خیلی تیره است، یکی این سطح، هاشورهای خیلی ریز میزنم. یکی این خط پایینه مشخص میکنم. با توجه به لبه ها اگه یادتون باشه الان این قسمت رو من دارم تیره تر میبینم، لبش ریزتره، این قسمت نه. پس میام این قسمت رو تیره تر میکنم. این سطح من تیره تره. این قسمت من یه سطح خاکستری کمتری دارم. من اگه اینجا مثلا یه جدول تونالیته داشته باشم، این تیره ترین حالت، به همین ترتیب خونه ها رو روشن‌تر اگه بزنم. اگه این درجات خاکستری کار من باشه، این قسمت میشه خونه شماره 1، این قسمت میشه خونه شماره 3. 1 از همه روشن‌تر. این قسمت میشه 6، این قسمت میشه 3. حالا اینجا ما یک تونالیته داریم. یعنی چی؟ یعنی از تیره اومده به روشن، یه مرز نداره. اینجا هم به همون شکل کار میکنه.
قسمتش مقدار تیره تره. یه سری از خطاهای طراحیمون رو میتونیم وقت سایه زدن درستشون کنیم. برای اینکه دقت سایه زنیمون بره بالا، من نوک پاککن خمیریمو یه همچین شیار زدم. ببینید ما هر چی که می‌بینیم همون رو می‌کشیم. الان توی این لبه این دوتا خیلی به هم نزدیکن. خب ما خاکسترش خیلی با تفاوت طراحی نمی‌کنیم. سعی می‌کنیم ما به همون شکل ناواضح کار کنیم. توی ویدیوهای بعد در رابطه با سایه پردازی بیشتر صحبت می‌کنیم. ولی همینطور که می‌بینید لایه تیرگی‌ها رو کم کم اضافه می‌کنیم. وقتی که کارمون تموم شد بررسی می‌کنیم مجدد. جایی که لازمه با پاککن بیشتر پاک می‌کنیم و جایی که تیره‌تر هست رو با مداد بیشتر تیره می‌کنیم تا اون کنتراست مورد نظرمون ایجاد بشه. اگر لازم بود به وسیله دستمال کاغذی یا انگشتمون سایه ها رو توی هم دیگه ادغام می‌کنیم و بعد تیرگی ها رو با مداد شارژ می‌کنیم و جاهایی که نور هست رو به وسیله پاککن ایجاد می‌کنیم.